بریم با هم ناخونامون رو درست کنیم. اینم وضعیت ناخونام. پیش به سوی تجریش. خلاصه که اینجا سوار اسنپ شدیم و دارم میرم به سمت تجریش. بعد از کلی ترافیک رسیدم. اینم وضعیت ناخونام. دیگه رسیدیم و سوار آسانسور شدیم و تادا اومدیم تو. خلاصه از قبل رنگم رو انتخاب کرده بودم، خواستم زرشکی بذارم که خیلی خوب شد، قشنگ پاییزه است دیگه. بعد از اینجا هم دیگه اومدیم تجریش و بعد گفتیم بریم سید مهدی یه چیزی بخوریم، آش و حلیم. مامانم آش رشته خورد، منم حلیم خوردم. البته یه مقدارش بیشتر نتونستم بخورم چون خیلی سنگینه. بعدم رفتیم نون سحر و نون جو گرفتیم. الان دارم برمیگردم.